طرز تهیه خورش قرمه سبزی. مواد لازم: گوشت گوسفندی 100 گرم، سبزی 100 گرم، پیاز 1 عدد، لوبیا 50 گرم، لیموی امانی 2 عدد، ادویه به مقدار لازم. پیازها را در تاب ریخته و سرخ می‌کنیم. گوشت‌ها را اضافه کرده و تفت می‌دهیم. لوبیاها را اضافه کرده و تفت می‌دهیم. مقداری آب اضافه کرده و می‌گذاریم تا خوب بپزد. وقتی گوشت‌ها و لوبیا پخته شد، سبزی قرمه و لیمو امانی را اضافه کرده و می‌گذاریم به مدت زمان 20 دقیقه تا پخته شوند. در آخر ادویه را اضافه کرده و در ظرف مناسب سرو می‌کنیم. نوش جان. من کاملیا هستم و از اینکه کانال سرآشپز رو دنبال میکنید سپاسگزارم.